وزیر معارف و علم تاجیکستان محمد یوسف امامزاده روز 14 دکامبر از عالم چشم پوشید. در این باره با نشر یک نامه تسلیت در فیسبوک احسان خوشبخت سخنگوی وزارت معارف و علم خبر داد. درباره علت مرگ مادر وزیر چیزی گفته نشده است. اکادمیک اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان دکتر علم فیلولوژی محمد یوسف سیدعلی امامزاده 28 دکامبر سال 1959 در نویه سویت حالا تیمور ملک به دنیا آمده. سال 1981 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاص فیلولوگ معلم زبان و ادبیات تاجیک ختم کرده است. امامزاده سالهای زیاد در پژوهشگاه زبان و ادبیات و دانشگاه ملی کار کرده. از سال 2004 تا 2012 رکتور دانشگاه سلاویانی و از سال 2012 تا آغاز سال 2020 رکتور دانشگاه ملی بود و ماه ینور سال 2020 به جای نورالدین سعید به مقام وزیر معارف و علم تاجیکستان تعیین شد. محمد یوسف امامزاده از سال 2015 تا 2020 وکیل مجلس ملی و رئیس کمیته مجلس بالای پارلمان تاجیکستان نیز بود. اداره پایگاه خبری بامداد نیز در گذشت مادر را به وزیر محترم محمد یوسف امامزاده اظهار تسلیت میکند و برای مرحوم از درگاه خداوند رحمت و مغفرت و برای بازماندگانش صبر جمیل میطلبد.